او کتابش را به دست راست گرفت و از شادی میپرد. ببینید، بخونید کتابم را، پر از عملهای صالح. دروغ، غیبت، ترک نماز، هم دزدی، هم زنا، هم خیانت، هم لیکن گفته می شود کی را فریبداری مسکین، دست چپت را پنهان کرده ای. خفقات النور تجلى وشموس السعد أطلت. همه برمیخیزند و روز داوری آغاز می شود از تقسیمات نامه ها و آسمان گشوده می شود به مانند دروازه. ملائکه ها در کنار آن راست می شوند. نامه ها فرود می آیند. شما به آسمان می نگرید، آسمان پر می شود از نامه ها. شما دیدید باری کاغذ پاره ها را در آسمان. نامه ها، شما راست ایستاده انتظار می شوید که نامه عمل هایتان را به دست راستتان می دهند یا به دست چپتان و در این زمان ناگهان می بینید که کسی کتابش را به دست راست گرفته می گوید نامه اعمال ما را بگیرید و بخوانید. من مطمئن بودم که روز به حساب خود خواهم رسید. انا بنگرید، ببینید، بگیرید، بخونید کتابم را. او کتابش را به دست راست گرفت و از شادی میپرد. ببینید، بخونید کتابم را، پر از عملهای صالح. و تو تا حال انتظاری و ببینی که کسی نامه عملهایش را به دست چپش گرفت و او میگوید ای کاش نامه اعمالم به من داده نمیشد و نمیدونستم که چیست حسابم. ای کاش مرگ آخر کننده ای کار می بود. مال من مرا هیچ نفعی نکرد. پادشاهی من نابود شد. و او کتابش را می گیرد و در آن می بیند فریب، دروغ، غیبت، ترک نماز، هم دزدی، هم زنا، هم خیانت، هم ای کاش تو را نمی دیدم و نمی دونستم. ای کاش مرا دوباره زنده نمی کردند. کنی بایگریم، مال من مرا هیچ فایده ای نآورد. کنی پادشاهیم، کنی رفیقانم، کنی پیروانم، کنی لشکرانم، کنی پشتیبانهایم، کنی قوه ام، کجایند؟ مال من مرا هیچ فایده ای نآورد. کمکم نکرد پولهایم. پادشاهیم مرا ترک کرد. محروم شد پادشاهیم. و تو باشی تا حال انتظاری نگریسته به این کس و ناگه صدای گیرید او را و زنجیر بر گردنش کنید، بعداً به دوزخ داخلش کنید. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه میگوید وقتی الله میگوید گیرید او را، به گرفتن او می آیند 50,000 ملائک. 50,000 ملائک می گیرند او را. انسان ضعیف است، 2 ملائک بسنده است. 50,000 ملائک می گیرند او را می پیچانند با زنجیر درازی اش 70 آرنج. 70 آرنج این تقریباً 50 متر. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است در یک حدیث اگر از این زنجیر همگی یک حلقه اش اگر بر روی زمین می افتاد تمام آدمان و جنها برداشته نمی توانستند. زنجیر از حلقه های به همدیگر پیوست عبارت است. اگر از همان زنجیر همگی یک حلقه اش بر روی زمین می افتاد تمام آدمان و جنها او را برداشته نمی توانستند. و این یک حلقه همگی یک حلقه آن می تواند تمام موجودیت روی زمین را نیست کند. همگی یک حلقه آن. 50,000 ملائک. 50,000 ملائک و زنجیره 50 متر. بگیرید، بپیچونید، بکشید او را.
بگیرد او را، پیچاند او را، بکشد او را. او بسته می شود با زنجیر درازیش 70 آرنج. بپیچاند به دستانش، به پایهایش، به گردنش، سرش را پیچاند و انگشتانش را هم پیچاند. زنجیر بند کنید و بپیچاند او را. و تو ایستاده ای ترسان، لرزان، غمگین و ناخوش و خیلی ترسیده ایستاده ای. و تو هم دست راست رو میبرداری و فکر میکنی که اگر در دنیا فریب کردم در آخرت هم فریب کرده میتوانم و آغاز میکنی دست راست رو برداشته دست چپت رو در پشتت پنهان میکنی. دست چپت را پنهان کرده دست راست را برداشته میگویی انا کتاب عملهایم را به دست راستم دهید. میخواهی کتابت را به دست راستت بگیری، لیکن گفته میشود کی را فریب داری مسکین، دست چپت را پنهان کرده ای و کتاب او از پسش به دست چپش داده میشود. او میبیند که کتابش از پسش به دست چپش داده شده است و فریاد میزند ای کاش نامه اعمالم به من داده نمیشد و نمیدونستم که چیست حسابم. ای کاش مرگ آخر کننده ای کار می بود.